با یکی از دوستام که بابای پولداری داشت رفتم بیرون. هی خرید میکرد و من نگاه میکردم، هی کارت میکشید و من نگاه میکردم. آخه واسه منی که بابای پولداری نداشتم همچین خریدی یه آرزو بود، یه رویا بود. به ما گفتن پول خوشبختی نمیاره. اوکی، خوشبختی نمیاره، ولی اگه نداشته باشیش خوشبختی رو از ریشه میزنه. این بار خیلی بهم برخورد. گفتم خدایا اینه عدالتت؟ ببین فرق بین دوتا بندتو. با خودم گفتم نه از کسی کمک میخوام، نمیخوام کسی دلش برام بسوزه، خودم شروع میکنم. 2 سال از اون موقع میگذره و من الان فقط 1 میلیارد ماشین زیر پامه. جاهایی میرم خرید میکنم و راحت کارت میکشم که اون دوستم با پول باباش چی، با پول 7 نسل قبل و بعدش هم نمیتونه همچین جاهایی بره. فهمیدم خدا از آدمای قرقرو اصلا خوشش نمیاد و هیچی هم بهشون نمیده. عاشق آدمای پررو، اونایی که بهونه نمیارن، اونایی که نق نمیزنن، وحشی میرن سمت چیزی که میخوانش. من توی سن 16-17 سالگی همچین زندگی رو واسه خودم ساختم. اگه تو هم پول خوبی میخوای، غر نزن، پاشو بیا تو پیجم، خودم بهت یاد میدم.